زادروزت مبارک، زادروزت مبارک. ای آرزوی جانم از ما سلام بادت، ای راحتی روانم از ما سلام بادت. ای آفتابی تابان و ای عالم از تو چون جان، رویت زی من متابان از ما سلام بادت. السلام علیکم تماشابینان عزیز و ارجمند، دوستداران و مخلصان برنامه‌های تلویزیون سیمای شهری پنجکند. از آن شاد و مسرورم که باز توسط برنامه تبریکاتی و موسیقی چمن آرزو مهمان کاشانه های پرفیض شماییم در این شام زیبا، در این لحظه های خوش و خاطرمان که سر یک دسترخوان شادیانه جمع آمده اید و می خواهد صاحب جشن را تبریک و تهنیت بگوید. دست به دعا بردارد تا عمری دراز و رزق فراز و شادی و نشاط اهل خانواده و صاحب جشن بازم افزوده باشد. با نمین تمنیات، با نمین درخواست اینک حسن آغاز می بخشیم. لبان دوی ما پرخنده باشد، غم دنیا ز تو دل کنده باشد. همه روز و همه ماه و همه سال برایت این جهان ارزنده باشد. باعث تبریکات و شادباشی است که در این شام زیبا، در این لحظه های خوش و خاطرمان، در این فصل پاییز تیر ماهی که واقعا هم فصل زیبا و زرین و طلایی است، گلدختر خاندان از دهه زیبان حقبردی و نازنین جشن زادروزی دارند. امروز نازنین را اهل پیوندان، نزدیکان، خویش و تباران، به ویژه پدر عزیز و مهربانشان حقبردیف اکابیر از فدراسیون روسیه تبریک و تهنیت میگویند و پدر خاندان برادر عزیز اکابیر از ما طلب و درخواست کردند تا ما مسئولان برنامه به خاندان این صاحب جشن برویم، تبریکات پدرشان را برسانیم، تهنیت های خود را اهدا نماییم. از این لحاظ اولا تبریکات پیوندان و نزدیکانشان را میرسانیم، سپس راه پیش میگیریم به خاندان صاحب جشن. حقبردی و نازنین را با بهار 6 سالگی عمرشان تبریک و تهنیت میگویند. باباهایشان حققل، حیدبای، بیبیهایشان صباحت، اشورای، عمکهایشان از فدراسیون روسیه حکیم جان، احدقل، سفر، سنگین مراد، علام جان، عمهایشان دریاگل، بیبی جان، ماما جان، پیوندانشان اسکر جان، منوچهر، محمد جان، پیوندان نزدیکان، خویش و تباران، خاصه اهل عائله حقبردیف ها صمیمانه تبریک گفته به صاحب جشن نازنین که امروز بهار 6 سالگی عمرشان را جشن میگیرند، صمیمانه و صدقاً تبریک گفته برایشان میگویند: نازنین جان، آسایش عمر ما شماید، در رشته مهر ما وفاید، در هر نفس شما با ماید، در دیده و دل همیشه جاید. زادروز مبارک باشد نازنین، این روز روزی زادروزت، تبریک گویم صمیمی، هرگز نبینی غم را، کامیاب باشی نازنین. نازنینی مهربان، شما عزیزی مایان، امروز 6 ساله شدید، الها 100 ساله شوید. زادروز مبارک باشد. اهل پیوندانتان در گردتان باشند مدام، شادی هاتان افزاید، تنتان صحت باشد. نازنین شیرین، زادروزتان مبارک، شما عزیزی مایان، پیوندی خونی از جان. زادروزی نکه مبارک و خجسته باشد. 6 بهاری پرصفا را در زدی، تو گلی 100 برگ تر بر سر زدی. زنده باش ای شعله خورشیدی ما، زنده باش ای خانه امیدی ما. زادروز مبارک باشد. لبان دوی ما پرخنده باشد، غم دنیا ز تو دل کنده باشد. همه روز و همه ماه و همه سال برایت این جهان ارزنده باشد. زادروز مبارک باشد. اینک یک ترانه دلنشین همچون ارمغان زادروزی
از نام اهل عائله حق بردی فا تقدیمتان می گردد پذیرا باشد. مولود نکوی عمر بادا تبریک، این یک زی هزاری عمر بادا تبریک. در اوج و برار بخت و طالع تو باد، این اوج و براری عمر بادا تبریک. با چنین بیت تبریکاتی گلدختری خاندان حق بردی و نازنین شما را به مناسبت جشن زادروزیتان با بهاری 6 سالگی عمرتان صمیمانه و صدقاً تبریک و تهنیت میگویند پدرتان اکابر از فدراسیون روسیه، مادرجان مهربانتان نوروزه، برادرتان محمد جان و اهل پیوندان و نزدیکان، خویش و اقربا صمیمانه شاد باش میگویند. برایتان بهترین خوشی‌های رنگین کودکانه را آرزو نموده چنین گفتنی‌اند: نازنین جان، آرزومندیم که شاه بیت غزل باشی، بخوان زندگانی بهتر از قند و عسل باشی، تا جهان باشد همیشه شاد باش، باش دل شاد و ز غم آزاد باش. هستی تو خرمی بخشد به ما دعا میکنیم همیشه سلامت باش. زادروز مبارک باشد. نازنین، در سینت بزم و طرب و سر باشد، جانت ز غم و درد و بلا دور باشد. آرزو و دعای ما برایت این است، زادروز خجستت مبارک باشد. زادروز مبارک و خجسته باشد. نازنین جان، صدای یک پرواز، فرود یک فرشته، آغاز یک معراج و شروع یک زندگی این روزی تولد است. روزی تولدت مبارک، گلدختری خاندان نازنین. همیشه چون گلهای زیبا شکوفان و خندان باشی. قدت گل، چهره گل، پیراهنت گل، لبت گل، آستین گل، دامنت گل. به این گلها که داری در سر و پا، کی پرورده بر روزی زادنت گل. زادروز مبارک باشد. نازنین جان، اینک بازم ترانه دلنشین همچون تحفه زادروزی از نام پدر جانتان اهدا پذیرا باشد. فروغ دیدگانت کم نگردد، غمی بر شادی تو زم نگردد. نهال عمر خود دلشاد بینی، نهال آرزوهایت خم نگردد. با چنین بیت تبریکاتی چی خوش است که در این شام زیبا گلدختری خاندان حق بردی و نازنین جشن زادروزی دارند. نازنین شما را با بهاری 6 سالگی عمرتان تبریک و تهنیت میگویند بابایتان اشوربای، بیبیهایتان مقسومه، صنمای، تقاهایتان اسکرجان، بختی نور، خالهایتان ماهروزه، سرورای، سریا، مهتاب، ینگهایتان مستوره، صبرینه، پاچایتان طالب جان، پیوندانتان مصطفی، مسرور، امیده، انتظاره، فرخنده و کلی پیوندان و نزدیکان، خویش و تباران اهل عائله میرزایف ها صمیمانه و صدقاً شاد باش گفته برایتان از درگاه یزدان پاک در مد اول سلامتی، عمر دراز سعدیانه، تن صحت و خاطر جمع و خوشی های رنگین کودکی را آرزو نموده بهرتان میگویند. نازنین جان، واقعا هم شما را نازنین گویم خطا نیست، به دنیا بهترین گویم خطا نیست. به باغ حسن لبهای ترت را چو برگ یاسمین گویم خطا نیست. زادروز مبارک باشد. مه و آسمان باشد رهنمایت، زمین و آسمان گویم ثنایت. همیشه گل بریزد زیر پایت، کلید عمر باشد در کشایت. زادروز مبارک باشد. نازنین جان، از بخت خندانت بینیم، چون لعل رخشانت بینیم. در هر بهاری عمر خود دائم گل افشانت بینیم. زادروز مبارک باشد. نازنین، گلی زیبنده ایام زادروز، مبارک بادد این مولود این روز. نبینی در دو عالم درد و غم را، سعادت خواهمت هم بخت فیروز. مولود مبارک باشد. اینک باز هم ترانه دلنشین چون تحفه زادروزی منظورتان میگردد پذیرا باشد.
و دو چشم. بینندگان ارجمند، اینک تبریکات و تهنیت پیوندان و نزدیکان و پدرجان مهربان و بیبی و باباهایشان را رسانیدیم. کنون با طلب و خواهش پدر عزیز و ارجمندشان برادر عزیز اکابر راه پیش میگیریم به دهه زیبان جماعت دهات خلیفه حسن و تبریکات و تمنیات خیش را از نزدیک بروی نازنین جان برسانیم. اینک ما می رویم، اما از رفتن ما اهل خاندان، پیوندان و نزدیکان نازنین جان خبر ندارند به جز خواهش پدرشان. لحظه شادی افزای خواهد بود برای صاحب جشن نازنین. ما می رویم به دهه زیبان، ما را پیگیری نماید. بینندگان عزیز، ما حالا در موضع دروازه بخار قرار داریم. کنون سواری اتوماشین میشویم و راه پیش میگیریم به سوی دهه زیبان. بینندگان عزیز، ما به سراغه گفته برادر ارجمند اکابر آمدیم. فکر میکنم انا همین سراغه است. به ما راهگذران نیز نشان دادند و ما حالا وارد میشویم به خانه صاحب جشن نازنین. می دروازه باشه. السلام علیکم. و علیکم السلام. خانه اکای اکابر همینجا؟ همینجا مرحمت. ما طبق درخواست و فرمایشات آمدیم اینجا به تبریکات صاحب جشن نازنین. السلام علیکم. ما برای تبریکات صاحب جشن نازنین آمدیم. از تلویزیون سیما هستیم و با درخواست و پیشنهاد پدرشان اینجا آمدیم. مبارک باشد جشن زادرزی. خب صاحب جشن این کس؟ نازنین زادرز مبارک باشد. این تحفه ها برای شما پذیرا باشد. مبارک باشد. این کس چند ساله شدن؟ 6 ساله شدن. نازنین بابا 6 سالگی تو را بدیدیم، شاد باش. 100 سالگی تو را ببینیم ای کاش. زادرز مبارک باشد. ما با درخواست پدر صاحب جشن برادر ارجمند اکابر اینجا وارد شدیم و ببینید که کلی پیوندان، نزدیکان و خویش و تباران جمع آمدند به شادی و خرسندی نازنین همشریک هستند. نازنین بانوی زیبا، همیشه زیبا باشی. یک دختر نازنین و دانا باشی. در مولد تو جمع شوند خویش و تبار، با ما باشی، عزیز دلها باشی. زادرز مبارک باشد. بینندگان ارجمند، اینک ما آمدیم به خاندان برادر ارجمند اکابر به شادی و خرسندی صاحب جشن نازنین همشریک هستیم. ببینید اکثر دسترخوان ایدانه اینجا پیوندان و نزدیکان، بیبی مهربانشان و اهل خاندان جمع آمدند و میخواهند نازنین را با بهار 6 سالگی عمرشان شاد باش بگویند. ما نیز به تبریکات و خرسندی شما همشریک هستیم. زادرز و گلدختر خاندان نازنین بانو مبارک باشد. مبارک باد شما را جشن زادرز. شما زیباترید زیبا در این روز. گل ناز، مه ناز، شه ناز، الها تا ابد باشی سرافراز. زادرز مبارک باشد. خوب بیبی جان مهربانشان، شما برای نازنین نبیره دلسوزتان چی تمنیات دارید؟ سر از حمز و رخ زیبا، وجودت به بلا باشد. هر کجایی که قدم مانی نگهبان از خدا باشد. 100 ساله شوی بعد از آن پیر شوی.
خب دوستان عزیز، مهمانان ارجمند، از آن گیلمند نباشد که امروز دنیا را، جهان را یک بیماری فرا گرفته است که یعنی آمد و رفت مهاجران، آمد و رفت برادران ارجمند ما کمی به مشکلات آمده است. اما این مشکلات را صدا و سیما حل کرد و آنها می توانند از دوری های دور طریق برنامه چمن آرزو، طریق تلویزیون سیما تمنیات خود را برسانند، تبریکات خود را برسانند و نبودن خود را در اینجا شما احساس نکنید. آنها این برنامه ما را طریق خوب یوتیوب کانال تیوی سیما تماشا میکنند، شما باشد طریق تلویزیون تماشا میکنید و همیشه ما میخواهیم شما خرسند باشد، شاداب باشد و به بهترین آرزوهای خیش برسید. مرحمت باز کی تمنیات دارند؟ نازنین 6 سالش هستین به مانندی ارچه‌های زیبون همه وقت سبزسبز و خورم باشن. 100 سالش بعد از اون پریشانه. حالا بیبی نازنین میخواهند تمنیات خیش را، اهل خانوادهشان را برای نازنین برسانند. مرحمت مادر جان، چی تمنیات داره؟ زادروز مبارک نازنین بانو. دیپری عزیزم الی 100 ساله شود، پیر شود. 100 بطرات نوبرداری آچی داده شود. بله. همه وقت خرسند خورم باشد. مانند که ارچه که زیبا سبزه بخورم باشد. آفرین. خوب نازنین برای این مادر ارجمند ما عبیره بودند. خوب مبارک باشد به شما که شما در حلقه پیوندان زادروز عبیره تان را تجلیل میکنید. خوب آرزو میکنم که چندین عبیره و نبیره ها را نیز باز سزاوار گردید. مبارک باشد. بینندگان ارجمند، با امید زندگی خوش و آباد و شیرین و دوباره گذشتن ان همین خاندان، ما شیرینی را با همراهی صاحب جشن نازنین میبریم، کام شیرین میکنیم تا کام ها شیرین و زندگی شیرین و دوباره بگذرد. روزی تولدی تو، سرودی من چو تو و بروزی مولودی تو. امروز نازنین 6 ساله شده. امروز نازنین بانوی ما انمی بهار 6 سالگی عمرشان را جشن میگیرند. آرزو میکنیم در انمون پسی 6 صفرها باز جمع شود، 100 ساله ها شوند. نازنین اصلا بیاید انمی شم را پخت میکنید. آفرین. بیبی کجاست؟ بیبی اینجا بیاید. بیبی خدا زیادت کند، کسب و کار و عمر جمهوری خاتون برکت داکمت خدا کریم. نازنین بانم 120-150 بدرم با پیشان. چی مراد مقصدی که داره خدا همه به مراد مقصد رسیم. مبارک باشد. معصومی 1000 سال عمری کم نبینی، آرزوی من نبین است که در تو خند نبینی. معصومی 1000 سال عمری کم نبینی، خواهم که تو نکنامو جاویدان بیمان باشی، بهاری عمرو تو به خزان بیمانی. ای دوستی عزیز روزی تولدت مبارک، مولودی سعیدی جشنی زادروزت مبارک. ای دوستی عزیز روزی تولدت مبارک، مولودی سعیدی جشنی زادروزت مبارک.
روزی مولودی تو. خواهم با تو بختی شیرین و لذتی اون، خواهم با تو تاج و تخت و دولتی اون، خواهم که همیشه سربلند و شاد باشی، با بختی من همیشه زی غصه آزاد باشی. خواهم که با تو باشم دوستانی تو همیشه، خواهم نبیند آزار اینجوری. بینندگان عزیز، اینک ما از خانه صاحب جشن نازنین برآمدیم، تبریک کردیم، شادباش گفتیم و باز هم از نام کلی پیوندان و نزدیکانشان، از آن نفرانی که بیرون از کشور هستند در فدراسیون روسیه تبریک و تهنیت میگوییم. ادامه تبریکات باز هم طریق یوتیوب کانال ما میبینید، طریق تلویزیون سیما میبینید. شاد و پیروز باشید. بینندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه های ما را طریق یوتیوب کانال ما تیوی سیما می توانید همه برنامه های من را به ویژه برنامه زادروز مبارک چمن آرزو را نیز پیگیری نمایید، ابونه شوید و فکر و اندیشه هایتان را ابراز نمایید. همیشه شاد و مسرور باشید. آرزو میکنیم که در فضای خاندانی هر یکی شما لحظه های خاطرمان و رنگین هویدا باشد و به بهترین آرزوهای قلبتان برسید. عزیزان، میدانید وقتی تنور دلتان گرم باشد نان مهربانیتان را میخورید. هرچی دلتان گرم تر باشد مهربانیتان، صمیمیتان، صداقت و وفاداریتان بیشتر و روزگارتان آبادتر خواهد شد. پس با این گونه رفتارتان زندگیتان را آباد و هدفتان را مستحکم بکنید. نشانه انسان موفق همین است. با امید خوش و روزگاری آباد و آسوده شما ما با شما خداحافظی میکنیم. با شما بودیم راوی برنامه من دلفروزی حفیظ، تنظیمگر اسماعیل جان خالف. تا برنامه های بعدی سربلند و پیروز و موفق و کامگار باشد. زادروزت مبارک، زادروز